درود بر شما. درود بر شما هممیهنان با نژاده ام. من ایرانبان بهرام آبتین هستم، سخنگو و مدیر جنبش ایرانبانان، جنبشی که برآمده از سطح پایین جامعه ایران است، جنبشی که بالندگی خود رو در بستر مشکلات جامعه با مردمی که همدرد و همسرنوشت هستند به دست آورده. ما زنان و مردان هممیهنی هستیم که به این نتیجه رسیدیم که انتظار انسان رو احمق میکنه. ناجی و رهایی دهنده‌ای از سوی خانه همسایه برای نجات ما نخواهد آمد. بدین خاطره که هر کدام از ما، چه زن چه مرد، فرقی نمیکنه، به این نتیجه رسیدیم که باید، یعنی وظیفه داریم، باید ایفادگر نقش یک لیدر، یک رهایی دهنده و یک ناجی باشیم، نخست برای خود، سپس برای جامعه و میهنمان. ما احساس مسئولیت داریم. ما خود را مالکان اون سرزمین میدونیم. طبق اسناد تاریخی، به اصطلاح عامیانه، سند و بنچاق اون سرزمین به نام ماست. ما اقشار آریابومی، اقشاری که همکنون اون بخش از فلات بزرگ آریابوم رو به نام ایران مرکزی می نامند. ما مردمانی هستیم که به شهادت تاریخ از دیرباز تا همکنون، از هنگامی که حافظه تاریخ یاد میکنه، در اون سرزمین سکونت داشتیم. جدن در جد 3 جلد داریم و شجره‌نامه ما بیانگر این واقعیت است که مالکین اصلی اون سرزمین ما هستیم. اقوام و اقشار و ادیان گوناگون اون سرزمین. ما بر این باوریم که هر کس در هر حیطه‌ای، به ویژه مسئله ملی و میهنی که الان بحث سرزمینمون ایران هست، حق و حقوقی داره، باید بیاد به میدان. به اصطلاح زبان عامیانه باید نخست برادری خود رو ثابت بکنه، سپس ادعای ارث و میراث بکنه. ما هم میهن راستین خود رو کسی میدونیم که بنا به مقتضیات زمانه، بنا به شرایطی که الان در سرزمین ما هست، سکوت نکنه، چشم و امید به بیگانه نداشته باشه، از خرد خود، از شعور آدمیت خود، از واقعیت‌هایی که پیرامونش رایج و مواج هست، به درستی توجه و استفاده بکنه. اینجاست که ما به خود آمدیم و به این نتیجه رسیدیم، عرض کردم، رهایی دهنده‌ای برای اینکه ما رو از این برهه ظلمانی به هر روی به سلامت بیرون کنه وجود نداره. اینجاست که روی خود حساب میکنیم. بر این باوریم که یک کاری باید بکنیم. چه کار باید بکنیم؟ خرد جمعی و توانی که به هر روی در عرصه عمل به کار خواهیم گرفت بیشک تعیین کننده است. ما شهامت این رو داریم که به میدان پا گذاشتیم و بر این باوریم که کسانی که به میدان هر کاری، به ویژه مبارزات سیاسی اجتماعی برای رهایی مردم و میهن،
پا به اون میدان بگذارن، خود مسیر راه رو به اونها نشان خواهد داد. سخن معروفی از به هر روی ناپلئون هست، میگه که اکثر مردم از ترس شکست هست که به پیروزی نمیرسند. ما از شکست باکی نداریم، چرا که آموخته ایم، درس آموخته از اسناد تاریخ آموخته ایم که شکست برای یک مبارز معنایی نداره. هر شکست یک تجربه است، هر شکست یک پله است که میتوان بر روی او ایستاد، دیگه تکرارش نکرد. اگر شکست ها نبود، اگر آزمایش ها نبود، اگر به اصطلاح خرابکاری ها نبود، تجربه کسب نمیشد. علم، تکنولوژی، پیشرفت همه بر حسب و بر اساس اشتباهات و تکرار و تکرار و تکرار هست که نتیجه بخش شده. ما چون خردمندیم به تمام این موارد توجه داریم. هدف ما رسیدن به مقصدی است که شرافت ملی و کیان از دست رفتهمون رو به ما برگردونه. هدف ما خود ارضایی سیاسی نیست. هدف ما قوقاسازی و به نوعی سیاهی لشکر شدن برای موارد حالا به هر روی پیرامون میبینیم. آزمندی نیست. ما چون خرد داریم به اسناد توجه میکنیم، به الگوهای رفتاری نیاکان خودمون توجه میکنیم، به سخنان آنانی که دارای خرد حقیقتاً به اصطلاح الگو منش هستند توجه میکنیم. آنجایی که فردوسی بزرگ میگوید که چو یک مرد جنگی، چو یک دشت مرد، به عمق کلمه توجه میکنیم. این بدان معناست که یک مرد جنگی میتونه یک دشت مرد رو به حرکت درآره، ولی یک دشت مرد بدون یک مرد جنگی هرز میدون، در جا میزنن، سیاهی لشکر میشن، بوقی تبلیغاتی دگران میشن، تو سر و کله هم میزنن. نتیجه این که هر کدام از ما، چه زن و چه مرد، که در جنبش ایران بانان جمع شدیم گرداگرد هم، چه در درون و چه در بیرون، یک خودآ هستیم. چه زن چه مرد یک ایرانبان جنگجو هستیم. چرا جنگجو؟ چون در محاصره دشمنیم، چون در جنگ به سر میبریم، چون در جنگل مخوف جهانی میان ددان قرار گرفتیم. زانو زدن، کرنششان دادن، وادادن مصادف با انزوای ماست، مصادف با نابودی ماست. در خوشبینانه ترین حالت برده میشویم، کما اینکه بسیارانی وادادن و شدن، برده بیگانگان شدن، برده چه درون که مزدور خود جمهوری اسلامی شدن، سیاهی لشکر شدن، برای چند درغاز پول، برای یک متاع حقیقتا شرمگینانه چشم بر حقیقت میبندن و پژواک فریاد مردم خود رو نمیشن، از اون ور میان و مجیزگوی دشمنان میشن. بسیارانی هم در بیرون چون از خود، از درون خود به اصطلاح عاجز هستن و به بلوغ درون نرسیدن، به خدایی نرسیدن، دستشون رو به هر علف هرزی دراز میکنن. چرا؟ چون خود رو غرق شده میبینن، از خود تهی‌اند، از خود رأی ندارن، شهامت اندیشیدن و جسارت بیان واقعیت ها رو ندارن. به این خاطر که میشن تحلیلگر، به این خاطر که میشن دنبال روح کسی که بوقی داره، کسی که تریبون داره، کسی که هیاهو میکنه. و شوربختانه سطح عام هر جامعه، به ویژه جامعه ما که یک جامعه دین پریش و فریب خورده هست،
و همواره منتظر فریبی دیگر است، به این قوقاچی ها، به این تبلیغاتچی ها، به این ظاهر عام و به اصطلاح مواردی که به هر روی میبینیم در مدیا، به اونها دل میبندن، به سمت و سوی اونها میرن. واقعیت ظواهریه که میبینن، به عمق توجه ندارن. میبینن نه که نبینن، ولی با دیده خرد نه، با توهم. گوش میکنن نه که گوش نکنن، اما شهامت این که تحلیل کنن این سخن چیست رو ندارن. چرا؟ چون از خود تهی‌اند. انسان شجاع انسانیه که پرسشگره. انسان خردمند انسانیه که خودش رو جای راوی میذاره و از خودش این پرسش رو میکنه که اگر من در جایگاه این راوی بودم، آیا یک همچین سخنی رو، آیا یک همچین طرحی رو، آیا یک همچین برنامه رو میگفتم، انجام میدادم؟ اینجاست که ما سخن از هوشیاری میکنیم، سخن از توانمندی میکنیم. فردوسی بزرگ میگه توانا بود هر که دانا بود. میگه ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی آید و کاستی. اکثر افرادی که چه در درون و چه در بیرون به دامگه اجنبیان و بازوان نگهدارنده جمهوری اسلامی در بیرون دست میازن، انسانهای ضعیفی هستن. وقتی میری تو عمقشون میبینی توهی هن. یه ظاهری دارن، یه طبل توخالی هن، مدعی عقل و شعور و درک و فلان هست، ولی در حد قمپوز. کما اینکه واژه معروفی هم برای این اپوزیسیون هست که اصلا به اپوزیسیون میگن قمپوزیسیون. بخش بسیاری از اپوزیسیونی ها واقعا فقط در حد قمپوز هست، در حد بیانیه دادن، در حد کمپین هم مجازی گرفتن و مصلحت اندیشیدن، که شرمه. یک انسان آزاد است که خودش رو در جایگاه یک انسان خردمند ببینه، بعد صحبت از مصلحت بکنه، صحبت از این بکنه که حالا این کارو میکنیم بعد اون کارو میکنیم، در حالی که یک سیاستمدار شرافتمند، سیاست عزیزان یعنی مردمداری، یک مردمدار شرافتمند عیان رو بازی میکنه، سیاست پرنیرنگی برای مردم خودش نداره، با دروغ نمیاد. چرا؟ چون یک انسان خردمند میدونه شاید بتونه با دروغ بیاد، ولی نمیتونه با دروغ بمونه برای همیشه. اینجاست که نیرومندترین سیاستش رو سیاست راستی و درستی بنا میکنه. بر سکوی میسته که همیشه جاودان و سرفراز بمونه. با دروغ نمیاد، با شیادی نمیاد، برای فریب مردم عام نمیاد. بسیاری از آنهایی که مدعی فهم و شعور و موارد سیاسی سرزمین ما هستند یک همچین افرادی هستند. دروغگو، شیاد، شریر، سیاستهاشون پر از نیرنگ. به همین خاطره که در قشر روشنفکر جامعه اینها نفوذی ندارن. به همین خاطره که اگر فرض کن یک فراخوانی بدن، یک سخنی بدن، کسی به بساطشون نمیره. مردم هوشیارن. آری که قوقاچی های و بوقیچی ها و به اصطلاح سیاهی لشکرها هستند و قوقا میکنن، ولی تاریخ نشان داده تاثیرگذار و حرکت دهنده در یک سرزمین قوقاچی ها نیستن، بلکه لیدرهایی هستند که این قوقاچی ها رو به کار میگیرن. لیدرها، روشنفکرها فریب انسانهای شیاد رو نمیخورند. مثل یک شیر در کمینگاه نشسته، به جا و به موقع بلند میشن و به سمت شکار میرن. مثل یک روباه و گرگ و کفتار همش در به اصطلاح شکارگاه این ور اون ور نمیدوند.
فرق یک انسان خردمند با یک انسان هوچی، با یک انسان آزمند، با یک انسان اصلاحات چی، فرصت طلب، سلطنت طلب، اسلامیست اینجاست. اینجاست که ما در شورای خدایان به این نتیجه رسیدیم که سلاح ما، پرچم ما، ابزار ما راستی است. برای تمام امور با راستی، با صداقت، آن چیزی که در ما نهادینه است، در فرهنگ ما، در ذات ما وجود داره، به میدان آمدیم. در راستای ایدئولوژی با کسی تعارف نداریم. ما دین اسلام، هر دینی رو، به ویژه دین اسلام رو، یک دین وارداتی به سرزمینمون میدونیم. نه دین وارداتی با صلح و با آرامش، بلکه با جبر، با تقیه، با ریا، با قل، با زنجیر، با شمشیر، با تیر، با زندان. گردن زن و مرد ایرانی زیر تیغ اسلام است و بوده. به او گفتن بگو لا اله الا الله، نیست الهی بجز الله و محمد هم فرستادش. اگر نمیگفت سرش را میزدن. به او گفتن اگر تو نپذیری این شنیعگری و رفتار کریه ضد آدمیت، متضاد با مدرنیته رو، مالت رو، ناموست رو، همه چیزت رو ازت میگیریم، تو غنیمت اللهی. یا باید به ما خمس بدی، باج بدی، زکات بدی، یا باید برای ما مزدور بشی، جهاد کنی، بری به اصطلاح کیسه سنگر ما بشی، بری برای ما دزدی کنی، غارت کنی، آدم بکشی، مزدور ما بشی، جهاد کنی، یا اینکه هجرت کنی، بری از این سرزمینت، از این خانت، از این کاشانت بری. به هر روی آنانی که ذات آدمیت، خصیصه والای آزادی و آزادگی رو داشتن، در مقابل این متخاصم ها ایستادگی کرده و خواهند کرد. به همین خاطره که اسلام هرگز نتونسته خودش رو در سرزمین ما محکم کنه. اسلام رو دست کم نگیرید. اسلام یک سیستم بسیار شریر، بسیار با پشتیبانه و مرموزانه و حقیقتا خونخوار و بر روی ددمنش است. سیستمی که غرب وحشی پشت اوست، تکنولوژی پشت اوست، تمام سرمایه های تبلیغاتی پشت اوست. اسلام یک امپراتوری دشمنه، امپراتوری که از هر نظر آمده که امپراتوری هویت ما رو، امپراتوری کیان ما رو، امپراتوری ذات آدمیگری من فلات بزرگ آریای بومی رو از بین ببره. و میبینیم که این امپراتوری با این همه پول، با این همه سلاح، با این همه شرارتی که داشته، تا بکنون موفق نشده و نخواهد شد. چرا؟ چون از جان گذشتگانی همچون من و شما در مقابلش ایستاده ایم. چون صفحات تاریخ ما پر از انسانها، زنان و مردان شرافتمندی بوده که حقیقت و راستی رو به جان خریدند. نان مذلت رو با دار، سر بلند، بالای دار عوض نکردند. ایستاده مردند، زانو نزدند. و این انسجام و این جانفشانی و این شرف ملی ما مردمان فلات بزرگ آریابوم، به خصوص ایران مرکزی بوده که همکنون همچون یک ققنوس، همچون یک همای، از دل خاکستر سرد و حقیقتا شرمگین خودش توسط من، شما، داره بال میگسترانه، داره بلند میشه، به خودش آمده. و زمانه
این رو تاریخ میگه. ما فراز و نشیب‌های بسیاری داشتیم در این کره خاکی. اگر نگاه کنید سرزمین‌های بسیاری بوده، مردمان بسیاری بوده، همه چیزشون از بین رفت. تاریخشون، تمدنشون، اصلا فرم زندگیشون، نامشون. ولی ما آریاییان ماندیم و در این به اصطلاح سقوط شک نکنید که دوباره برخواهیم خواست، به شرطی که هوشیار باشیم، به شرطی که به بیگانه تکیه ندیم، به شرطی که خرد خودمون رو، شرف خودمون رو، هویت خودمون رو نادیده نگیریم. اگر ما شرافتمندانه به عرصه مسائل اجتماعی نگاه کنیم، میبینیم که ما مقوله‌ای به نام مقوله درست داریم و مقوله نادرست. هر مسئله یا درسته یا نادرسته، وسط نداره. اگر ما انسان‌های شرافتمندی باشیم، بیشک مقوله درست رو گزینه خودمون قرار میدیم. اگر انسان‌های شریری باشیم، انسان‌های نخاله و به اصطلاح شیشه خورده داخلمون باشه، به سمت مقوله نادرست سمت و سو پیدا میکنیم. چیزی به نام وسط وجود نداره، چیزی به نام میانه رو وجود نداره، چیزی به نام صلاح ببینیم حالا بعد چی میشه. این یعنی شیادی، این یعنی پا روی شعور و شرف خود گذاشتن. یک مسئله یا درسته یا نادرست، تمام شد. اگر ما شهامت بیان حقایق را داشته باشیم، رکیم، پوسکنده ایم، شفافیم، سرمون بالاست، کسی نمیتونه به ما انگ بزنه، کسی نمیتونه. میزنن انگ و اینا میزنن ولی اسمش رو خودشه انگه، تهمت رو، مواردش رو. اما یک خرد هوشیار اینو میدونه، نه تنها مخالفت، نه تنها انگ و افترا، دروغ پراکنی، بلکه حتی اگر انتقاد از طرف مقابل بر حسب اسناد سند واقعی نباشه، میتونه تأثیر برعکس داشته باشه. یعنی به جای تخریب طرف مقابل حتی به تمجید از او بیانجامه. چرا؟ چون طرف دعوا فرض کن دو گروه، دو سیستم، دو اندیشه هستند که همین دوتا که نیستن، نظاره‌گرانی هم بر این موضوع وجود داره. داوری رو به مردم و به جامعه و به تاریخ اگر ما بسپاریم، آن کسی که بر سیاست راستی، بر سخن راستی، بر پاکی، بر منش و ذات درست آدمی گام برداره، پیروز میدانه. در برنامه پیشین خدمت شما عزیزان عرض کردم، مرگ جلوی راه همه هست. حالا ما فکر کنیم اگر فرض کن حقیقت رو نگیم، در راستای راستی گام بر نداریم و شجاعانه در مقابل خواستمون به هر روی ایستادگی نکنیم، آیا نخواهیم مرد؟ بیشک هرگاه که وقتش باشه مرگ خودش میاد، شک نکنید. چه سر زیر تاج باشه، چه سر زیر ترگ، شاخه درخت. اما آن چیزی که مهم هست جاودان نامیه که هرگز نخواهد مرد. ما اگر با حقیقت، با راستی، با صداقت پیش بیایم، این مسیر، این جاودانگی رو همیشه خواهیم داشت. کما این که میبینیم، برای عنوان مثال، شاید میلیاردها فردوسی نام آمده و رفته، مرده. یکی شد پیروز پارسی، ابوالقاسم فردوسی. میلیون ها کوروش آمده و رفته، یکی شد کوروش بزرگ. و بسیاران گجستک هم آمدن و رفتن و خودشون رو جای
این انسانهای بزرگمنش در مقطعی که قلم و تریبون و موقعیت دستشون بوده جا زدن، اما خورشید پشت ابر نماند. اسکندر مقدونی هم میگفت من کوروش بزرگم، خمینی هم میگفت من نمیدونم نایب الله هم، رضا پالونی، حاج محمد رضا شاه و این سگ و سوتک های اجنبی دیگر هم که تاج ما رو دزدیدن، فرهه ما رو مصادره کردن، این پوزش میخوام غلط های زیادی رو میکنن، اما تاریخ با کسی رو درواسی نداره. حقایق تاریخ نابود شدنی نیستن، کمرنگ شدنی آری، سانسور آری، ولی در یک مقطعی با دروغ میتوانی بیایی، اما با دروغ نمیتوانی بمانی برای همیشه. پس سیاستی که ما در مسیر خودمون انتخاب کردیم سیاستی کاملا شرافتمندانه و هوشیارانه است. سیاستی است برای اینکه در داوری آیندگان سرفراز باشیم. طرحی که ما در پیش رو داریم در جنبش ایران بانان تحت عنوان شورای خدایان یا انجمن خدایان، طرحی است که مثال میزنم بیشک در همین برهه نتیجهش رو خواهیم گرفت، کما که همین الان گرفتیم. همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، این طرح یعنی خدا شدن به کرسی عمل رسیده. بخش بسیاری از مردم ما خدا شدن، پرسشگر شدن، تابو شکن شدن. میبینیم جوان ایرانی رو میبینیم در رپش، در قلمش، در فیلمش، در موارد اجتماعیش فریاد این رو میزنه که من خدام، محمد و الله و گاد و مسیح و همه رو به چالش میکشه، پرسشگره. ما حرکتی رو که الان در پیش داریم برای اینه که در داوری آیندگان 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، مثل داوری که ما از پدرانمون، از نیاکانمون، از دیگران میکنیم همکنون، در اون داوری سرفراز باشیم. در اون داوری آیندگان به عنوان انسانهای شرافتمند ازمون نام ببرن. چرا؟ چون مسلح به حقیقتیم، چون به دلیل آزمندی، به دلیل ترس، به دلیل مصلحت اندیشی، به دلیل زبونی، به دلیل بیشرفی سر زیر بند بندیان، دروغگویان، شریران، اجنبیان ندادیم. چه بپذیریم چه نپذیریم، چه این حقیقت رو بگیم و در این مسیر پا بگذاریم یا که نگذاریم، هر وقت که روزش خواهد شد ما هم خواهیم مرد. اما چگونه مردن مهمه. در برنامه‌های پیشین در این راستا سخن گفتم. به رستم گفتن رستم تو چگونه است که تو دل دیو سفید میری، در بر روی دل اژدها میری، در مقابل سپاه بی شمار دشمن یک تنه میستی، باکی از مرگ نداری و نمیمیری، به خواستت میرسی، دشمنت رو از پا در میاری. چگونه است؟ راز تو چیست؟ این پیر خردمند فردوسی بزرگ به درستی سخن گفته ورانده. میگه رستم یلی بود در سیستان، منی کردمش رستم داستان. یل یعنی آزاده، یعنی رها. میگه رستم یه شخصی بود، یه آدمی مثل من و تو در سیستان. من رستم رو به گونه‌ای تصویر کردم، به تصویر کشیدم که عظمت او رو، قدرت او رو، اراده او رو به گونه‌ای به تصویر کشیدم که میتونه یک کوه رو به حرکت دراره. البته که میبینیم D8 و D9 و بزرگترین به اصطلاح ماشینالات جاده سازی هم همچین کار رو نمیتونن بکنن، ولی درسی پشت این سخن داره. اون جایی که میگن رستم مقابل 1000 تا می ایستاد، این رستم میتونیم من و تو باشیم و هستیم اگر بخواهیم. سیاهی لشکر زانوان ما رو نمیلرزونه. قدرت نظامی، قدرت استراتژی، قدرت تبلیغاتی، قدرت شانتاژ دشمن
ما رو از میدان به در نمیکنه. چرا؟ چون سلاح ما راستی است. ما وقتی که با تمام وجود در مقابل دشمن بایستیم، فرقی نمیکنه که دشمن چقدر قوی باشه، فرقی نمیکنه که دشمن چه استحکاماتی در اختیار داشته باشه، چه فضای تبلیغاتی، چه فضای شانتاج، چه میزان پول و سرمایه و موقعیت داشته باشه. مهم اینه که ما به خاطر رسیدن به هدفمون از جان گذاشتیم، پس ما نیرومندیم و دشمن ما ضعیف، چون ما از تن گذاشتیم. ما چیزی دیگه برای از دست دادن نداریم. رستم در پاسخ این رو میگه گر همه تیغ عالم بجنبد ز جای. این فردوسی داره درس میده به نام رستم. میگه گر همه تیغ عالم بجنبد ز جای. گوش کن فرزند فردوسی. نبرد رگی تا نخواهد خدای. خدای کشتی آنجا که خواهد برد. اگر ناخدای جامه از تن درد. من به عنوان یک رستم معنا داره. اصل کلمه رستم یعنی رستن. در فردوسی در شاهنامه وقتی شما بخوانید رستم این گونه میگن که به دلیل درشت اندام بودن به صورت طبیعی زایمان نکرد. نخستین زایمانی که به اصطلاح سزارین نامش میشه در شاهنامه در تاریخ ایران از رودابه است که رستم رو به دنیا میارند، پهلوی رودابه رو میدرند. در اصل رستن هست، یعنی رها شدن، که بعدها به رستم او را لقب دادن یا مینامند، ولی در اصل رستن هست. من یک رسته هستم. من در جنگ بودم، با چشمان خودم رستن رو دیدم. در کنارم بیشماران کشته شدن. با این دست ها بیشماران که نه، تعداد بسیاری از دوستان خودم که کشته می شدن چشمانشون رو بستن. چقدر دست و پا و گوش و سر و اندام بدن، چه در میدان جنگ، چه در موشک باران ها و به اصطلاح حملات هوایی که حزب بعث در شهر خودمون، در اهواز، در جاهای دیگه انجام میداد، با همین دستگاه چه جنازه های چه اندام هایی رو که جمع نکردم. تیر خوردم، ترکش خوردم. در همین اروپا 2 بار برنامه ترور من پیش اومد. روزی نیست که منو تهدید نکنن، ولی من رستم. مثل من بسیار هست. سالگرد 18 تیره. بسیارانی در مورد 18 تیر صحبت فقط تهران میکنن. گرامیان، من یکی از افرادی بودم که به جرم شورش‌های اصفهان، مدیریت شورش‌های اصفهان، چهارمحل بختیاری، خوزستان و استان فارس، در قضیه 18 تیر حدوداً 3 سال خورده‌ای مخفی بودم، فراری بودم. 18 تیر 1 روز در دانشگاه بود. آیا 18 تیر همون 1 روز بود؟ خیر، پیشتر حرکت‌های بسیاری بود. در اصفهان به ویژه، من اون هنگام اصفهان بودم، سازماندهی کارهایی که ما کردیم میدونن، مردم اصفهان میدونن. اتوبان کاوه به سمت شاپور قدیم، از اون میدان شهدا، همون اتوبانی که میای، تمام اتوبوس های، حالا تمام که نه، چندین اتوبوس و ماشین های دولتی رو من و دوستانم به آتش کشیدیم. در سیمین، در لنبان، بخشی از اصفهان، در جاهای بسیاری. اصفهان رو 1 پارچه خون کردیم به چشم و به دل دشمن. در شیراز، در خوزستان، در اهواز. خب مشکلات زیادی پیش اومد. افراد بسیاری در خود اصفهان کشته شدن که من شخصا دیدم. حالا کشته شدن رو که ندیدم، ولی زخمی شدن به صورت خیلی شدید، دستگیری رو دیدم. خود من در همون درگیری ها زانوی چپم
تیر ساچمه‌ای خورد. بستگان نزدیک من میدونن، دوستان نزدیک من میدونن، من سالها میلنگیدم، نمیتونستم برم دکتر، اوضاع خیلی ناجور بود، دنبال من هم بودن. این ساچمه بالای کشکک زانوم چرک کرد که در نهایت آمدم و پیش، سالها بعد البته، پیش دکتر نمیدونم خیام خادم یه همچین کسی در خود اصفهان، کسیه که تیم ملی فوتبالیستا رو زانوهاشون رو اون عمل میکنه، وقتهای چند ماهه میدن، داستانش مفصله. به هر روی مبارز نه از کسی طلبکاره، نه به کسی بدهکاره، نه کسی قرار دعوتش بکنه، نه با دندون نشان دادن و انگ و افترا زدن کسی از صحنه به در میره. یک مبارز شرافتمند وظیفه خودش میدونه کارش انجام بده. برای نام، برای قپه، برای منچه کردن نیست. من علاقه حقیقتا به این که چه کردم و چه نکردم گفتن ندارم. بسیارانی از دوستان حالا نزدیک مبارز من که اکثرشون تو ایران هستن، خب منو میشناسن، کارهای منو میدونن. بسیارانی انسانهای سرشناسی هم هستن، چه زندان بودم باهاشون، چه در مسائل سیاسی بیرون باهاشون بودم، تا همین اواخری هم که زدم بیرون. از روزی که خودم رو شناختم، من و دوستانم در مبارزه بودیم. چرا؟ چون سرزمینمونه، چون حقمونه. من زیر 13 سال عمر، 12 سال و 9 ماه بود، نمیدونم اینطوری میگن، من کوچکترین داوطلب جنگ ایران و عراقم. عکسم هست، فیلمم هست. خود خامنه‌ای جاکش، خامنه‌ای شیاد شریر، برای من یک تقدیرنامه فرستاد توسط فرماندار شهرمون که اون هنگامه یه شخصی به نام وحید عوضزاده بود، به من دادن. یک تقدیرنامه بود، یک سکه بهار آزادی، یک ساعت که عکس خود خامنه‌ای توش بود. من ساعت و سکه رو همونجا دادم به خود فرماندار آقای وحید عوضزاده. تقدیرنامه رو برای اینکه یه سندی باشه، شاید به خاطر خاطرات، ازش گرفتم توی فرمانداری. حالا یک مش آشغال پوزش میخوام، یک مش آدم لومپن، یک مش آقا تو کی هستی؟ تو از کجا آمدی؟ من فرزند ایرانم، مالک ایرانم، ایرانم رو پس میگیرم، نه در این راه میمیرم، ولی اجازه نمیدم که یک مش شریر، یک مش شیاد، یک مش بیشرف مثل شما دوباره بیاد یک چرخشی که بیش از 1400 سال و 400 سال البته به صورت شنی از زمان ورود ترکان صفوی دوباره در سرزمین من صورت بگیره. من تاریخ خوندم، تجربه مشروطه رو دارم. در زمان مشروطه پدران من، پدر بزرگ من و سایر مبارزان که همان بی ادعا آمدن بلوغ و رنسانس ایرانی رو رقم زدن، بالاترین مرجع اسلام رو دار زدن. شروطی که در مقطع خودش بی‌مثال بود، مشروطه، قانون مشروطه رو برای سرزمین من تصویب کردن. یک بیشرم، یک شیاد، یک جلاد به نام رضا پالونی بیگانه که هیچ سنخیتی با سرزمین من نداره، هیچ ریشه‌ای در خاک من نداره، آمد با شرارت یک آخوند که پدر بزرگ فرح پهلوی هست، مشروعه اسلامی رو که 14 سال پیش پدران من، پدران شما، مادران شما به زیر کشیده بودند رو دوباره برگرداند. آخوند رو برگرداند، حوزه علمیه رو ساخت، مساجد رو ساخت، بزرگترین زندانها رو ساخت و بستر رو آماده کرد. 50 سال حاکمیت سرزمین من رو با اسلحه، با پیشرفته ترین سلاح‌های روزی که انگلستان و
روسیه و فرانسه در اختیارش گذاشته بودن. 25,000 سرباز مستعمره هندوستان، سربازهای عرب و ترک در اختیار رضا پالانی گذاشتن. تمام اقوام پدران من و شما رو قتل عام کردند. جاده رو باز کردن برای روس و انگلستان. از دو سو سرزمین من رو، نامش رو تغییر دادند. سرزمین پارس شد ایران. مرز جغرافیایی من رو در همین اواخر از بین بردند. سخن گفتم اون بار در مورد بلندی های هیرمند که الان رودخانه هیرمند الان بحث جنگ آبی اونجا رخ داده در افغانستان. در بلندی های آرارات که همین رضا پالونی بیشرف از اون ور هیرمند رو به انگلستان میده، از اون ور بلندی های آرارات رو به آتاتورک. لرستان هم تباران من. آی نفهم بفهم. سرزمینی ما داریم در عراق کنونی به نام لرستان عراق، شهری به نام خانقین، بدره، العین، سلمان پاد. اینا لورن، احمق، لوری حرف بزنن، تنپوششون چوغای منه. من باشون رابطه دارم. در سلیمانیه دفتری دارن، فعالیت میکنن به نام لرستان عراق. وزیر نیروی کردستان عراق یک لور بختیاریه. نفهم بفهم. اینجا کی از سرزمین ما جدا شد؟ زمان رضا پالونی بیشرف. چرا ازش سخن نمیگید؟ شهر بصره کی از ایران ما جدا شد؟ تاریخ رو نگاه کنید. رضا پالانی وقتی که به قول خودشون میگن رفت خوزستان، رضا پالانی پاش تو خوزستان نرفت. عکسی که داره از اون ور رفته بصره جزء سرزمین ما بوده. علی مردان خان بیرانوند، نه علی مردان خان چهاررنگ، فرمانروا فرماندار بصره بوده. جد چهارم خود من بهرام آبتین راکی در نجف عراق خاکه سرزمین ما بوده. کی اینجا از ما جدا شد؟ یه عزیزی اومد سخن میگفت که آقا پاکستان زبونش فارسیه، فلان چیز، فلان جمله اونجا همه فارسی. گفتم نفهم. 100 سال پیش کل هندوستان زبانش فارسی بود. پاکستان جزوی از ایرانه. بلوچستان ما رو رضا پالانی بیشرف داد به بلوچستان پاکستان. اونا زبان پارسی هن. اون یک گویش از زبان پارسی، اردو یک زبان پارسیه. من کوری حروف الفبا رو نمیبینی. زبان پاکستانی فارسیه. البته بیگانگانی هم آوردن توش. تاریخ ما رو به جوان ما، به بچه ما، به مدعی ما نگفتن. چرا؟ چون قلم دست اونها بود دیگه. تاریخ ما رو اونا نوشتن. اینجاست که من سخنم اینه. عزیز برادر هم میهن، خدا واسطه رو بذار کنار، خودت برو دنبالش تا فریب نخوری. گذشته در گذشته کلمه درستی نیست. آری معلومه گذشته در گذشته، ولی انسانی که تاریخ و گذشتهشو ندونه محکوم به تکراره. هی با تکرار کنه، اشتباهات هی تکرار کنه. ولی ما اگر گذشته رو بدونیم، خوبی های گذشته رو و بدی های گذشته رو میذاریم تو ترازو. خوبی ها رو قناعت میدیم، بدی ها رو انجام نمیدیم. به بیگانه چشم امید نداریم. به دنبالش شنیعی بودن اسلام نمیریم. به تاریخ توجه کنید. آقا اسلام ریشه دوانده. غلط کردی که همچین حرفی رو زدی. کجا ریشه دوانده؟ انسان ایرانی، حتی خود عرب، هنوز اساس نامه اسلام رو نخونده. معذرت میخوام. چرا؟ چون علاقه‌ای بهش نداره. حافظ رو همه میخونن، فردوسی رو همه میخونن، خیام رو همه میخونن. طلبش میشه یارو، سخنش به دلش میشینه. حالا میخوای قرآن رو بخون، بزن و بخور و نمیدونم، آره ببرو بکشو. عزیزان حقیقت مثل قضیه کوه یخه، یه بالا نیست.
حقیقت زیره، عمق داره. برای دانستن حقیقت تو باید شهامت داشته باشی، تو باید شعور داشته باشی، وقت بذاری، واکاوی کنی. تو شاید از نظر اکادمی، از نظر علمی، از هر نظر رفتی درسشو خوندی، پیشرفتشو کردی، ولی تجربه منو نداری، تجربه مثل منو نداری، تجربه یک ایرانبانی که میدونه داره چی کار میکنه. من در دانشگاه مردمی جامعه پرورنده شدم، به این خاطره که اعلام میکنم آقا من آماده مناظرم. اگر شما واقعا سخنی برای گفتن دارید بیاید مناظره کنید، بیاید در مناظره من رو به قول خودتون خراب کنید. فکر نکنید میتونید در توهم، در افترا. خیر، من ایستادم مثل شیر. من یک اندیشم، یک اندیشه‌ای که به طرف دیگه آقا فکر کن، اینو نگاش کن با چشم. من فقط بگم خودکاره، میتونه خودکار نباشه، میتونه ظاهرش خودکار باشه، خب ولی داریم دیگه، ما خودکارای داریم، اصلا خودکارای داریم چاقوان. به سخن من، به سخن هر کس به دیده خرد گوش و توجه کن. هر گردی گرده نیست. ما باید دستی رو به مهر بگیریم که جزوی از کالبد ماست. این رسم در کل این جهان مرسومه. این که ما بخوایم به بیگانه اعتماد داشته باشیم احمقانه است. چرا خامنه ای اصلا مردم و سرزمین ایران براش مهم نیست و تیمش؟ چون مال اون سرزمین و اون مردم نیست. چرا خانواده پالانی سر به زنگا میجستند؟ الان میگن، الان اصلا همه رو ول کنید، الان میگن مملکت ایران مملکت اسلام هست و خواهد ماند. شما رسانه ها رو نگاه کنید. همین دیروز بود برای جا اندازی دوباره اسلام برنامه امریکا یک به اصطلاح مصاحبه گذاشته بود و یه برنامه گذاشته بود. کاظمینی عراقی الاصل عرب بنی هاشمی رو آورده بود، بعد صحبتاشو گزینه‌ای پخش کرده. همون فیلم رو من سعی میکنم فردا براتون بذارم. اون قسمتیشه که کاظمینی میگه که اجداد من امامان شما هستند، ایران مملکت رسول الله است، شما میایید اینجا من دست میکشم تو سرتون. اینا رو نمیذاره. اسلام از جنایت بریه. بیشرف بی همه کس، اسلام یه اساسنامه داره، از جنایت بریه. قرآن شما سراسر جنایته. محمد شما بچه باز نامرد. تو خودت 7 تا زن صیغه‌ای داری، جاکش. برنامه گذاران در صدای امریکا، اسمش خودش صدای امریکاست. برنامه گذار در BBC صدای انگلیس، صدای انگلیسه. برنامه گذار در برنامه‌ای که به دنبال پالانی ها هست، به دنبال کمونیست هست، به دنبال مزاحمین خلق است، خب اندیشش هم به همون طرفه. ما ملتی هستیم تنها اما نیرومند. ما ملتی هستیم غریب اما غنی. تمام این بلبشوها، تمام این تدارکات، تمام این قوقاسازی ها برای فریب ماست. ما فقط فریب نخوریم، بردیم. چگونه فریب نخوریم؟ خیلی راحت، شک کنیم. به سخنان کسی که میگه شک کنیم. شعور داشته باشیم، شک کنیم. هیچی رو باور نکنیم مگر اینکه بهمون ثابت بشه. من الان حرفایی میزنم یا هر کسی دیگه، به شرطی میتونید در مورد من داوری کنید که برید دنبالش، ببینید راست میگم یا خالی بستم. ای خالی بستم بیایید بگید فلان فلان شده، اینجا خالی بستی. این باعث خواهد شد که دفعه دیگه من همچین غلطی نکنم، خالی ببندم.
چرا؟ چون میدونم یکی هست بیاد گوشمو بگیره. نرو بشین پای منبر آخوند هر غلطی میکنه بعبع کن مثل گوسفند براش. نشین پای بساط این دروغگوهای شیاد، هر دروغی در رسانه ها و در سایت ها و در جای دیگه میگن بهبه و چه چه کن. برو دنبالش. شعور داشته باش، شرف داشته باش. به شرف آدمیت خودت توهین نکن. اجازه نده به شعورت توهین کنن. اجازه نده هر دروغی رو بگن. یه زنیکه بیشرف احمق تو تلویزیون ایران آریایی کارش تعریف تاریخه. اومده خیلی جالبه. یه مطلب ازش خوندم. خودش یه کتاب خونده. خودش خانم رویا ملکی، خوب توجه کنید، خانم رویا ملکی از ذهن خودش به زبان حاج محمد رضا شاه داره به آخوندهای قم گیر میده. شما آخوندهای فلان هستید، اصلا مسخره. بعد یه ابلهی آورده بود تو ساعت گذاشته بودش. آخه بیشعور، یکی خودش داره از زبون خودش، از توهم خودش مثلا میگه حاج محمد رضا شاه اینا رو گفت. سندش کو؟ ما میریم دنبال سند. یک کتابی آقای حاج محمد رضا شاه داره به نام پاسخ به تاریخ. کتاب خودشه، وجود داره. من مطالبی در مورد همین اسلام و آخوندها ازش گذاشتم تو به اصطلاح پیچ جنبش ایران بانان، توی قسمت تلگرام صفحه تاریخ ما، با سند، با عکس، با شماره صفحه وجود داره. بیشرف، دروغگو، نجس، فاحشه مغزی، به شعور مردم توهین نکن. من براش نمیشم خانم تو فرقت با یه آخونده چیه؟ رفتی اونجا داری در مورد تاریخ صحبت میکنی، تلفنتو باز کن من میخوام با حرف بزنم. اینجا داری دروغ میگی. بیشرف، در مورد شاپور بختیار داری دروغ میگی. نجس، کثافت، پتیاره، داری تاریخ سرزمین من رو، یک آزاد مرد رو سانسور میکنی، به لجن میکشی. بیشرف، فرمانده او سرزمین، شاه او سرزمین جست، ارتش رو به او نداد، به نخست وزیرش. فرمانده ارتش، هر سرزمین ارتش او، نظام او، اسلحه او از مردمش از هر موردی دفاع میکنه. آقای فردوست و قره‌باغی فرماندهان ارتش که ترک قاجار هم هستن رفتن تو هیئت انقلاب، رفتن با خمینی. شاپور بختیار چیکار میکرد؟ شزن بود؟ سوپرمن بود؟ فرمانده یک ارتش، فرمانده یک نظام فرار میکنه. جست. مریض بود. فرح هم مریض بود. مگه نایبش نیست فرح؟ فرح مریض بود، پسرش مریض بود. رضا قمپوز. رضا 10 سال از من بزرگتره. مگه همون موقع من با خودم نگاه میکنم دیگه، من خودم مقیاس میکنم. رضا پالونی فرار کرد، من اسلحه گرفتم به دست رفتم جنگ. الکی میگن رضا پالونی به خمینی گفت که من میخوام بیام جنگ. دروغ. بی شرف پدر سوخته، نجست، کثافت، بی حرمت. این توهینا رو میکنم که به شعور من توهین نکنی. کجا گفتی؟ سندش کو؟ خمینی سند داره، در طول تاریخ اسناد هست. حتی یک بار تلفنی با کسی صحبت نکرده. یک بار. موقع انگلستان بوده، میدونه چه داره چیکار میکنه. یک صحبت تلفنی خمینی با هیچ کس نداره. تو که بهش تلفن نزدی. اگر صحبت کردی باید یه چیزی نوشته باشی. کجا؟ سندش کو؟ راوی داشتی با خمینی؟ و تو رابطه داشتی در هنگامی که تمام ارتشیان باشرف، خلبانان باشرف، زبدگان جنگ توسط خمینی اعدام میشن، دار زده میشن. نجست قمپوز، بچه فیفی، تو گفتی میخوام برن جنگ؟ و چرا حالا صحبت از جنگ نمی کنی؟ الان که جهان میخواد با جمهوری اسلامی به جنگی، چرا حالا صلح دنبال صلحی؟ اولا خودتی ابله. اینجاست که ما سخنمون اینه، باید شعور داشته باشیم. اجازه ندیم کسی به شعورمون توهین کنه. اجازه ندیم هر کسی یه دروغ بیاد بگه. باید جلوشون بیستیم. این گونه است که ما میتونیم به حقیقت دست بیاریم. این گونه است که میتونیم تلنگر بزنیم، تزریق کنیم شهامت رو به جامعه. آقا پرسشگر باش. رفتی پا منبر آخوند، چه فرقی میکنه؟ آخونده میگه علی نمیدونم موسی و عیسی و پیسا و فلان، نوح و اله
توسط علی چیز بوده، یا مش آدم جزا یا علی پا منبرش. حالا اینا میگن رضا شاه فلان کرد، محمد رضا شاه فلان کرد. الکی آقا خروجی اینا رو که داریم میبینیم دیگه، اینا عیان حقیقت گرامیان دستیافتنیه، به شرطی که به سمتش بری. من در اینجا به پایان برنامه‌ام رسیدم. خدا به خدا آمده شهامت بیان داره، جسارت داره. چرا؟ چون پره. چرا؟ چون مسلح به حقیقته. باکی نداره. آن که حسابش پاک است از محاسبه چه باک است؟ کی از مناظره میترسه؟ کی از گفتن سخن حق میترسه؟ کی کسی دیگر رو سانسور میکنه؟ کسی که کارش حرف داره. پس نیرومند و پرسشگر پیش بریم. آینده از آن ماست، اونجا مملکت ماست، فردای ایران در دستان ماست، شک نکنید. بیگانه تعطیل. هر کس که اونجا مدعی هموطنی منه بیاد شجره نامشو بده، بیاد بگه آقا من بلوچم، هر کدوم از اقوام فرق نمیکنه، ترکم، عربم، این شجره نامم، این پدرم، این ننم، این خانواده‌ام. دلیل نمیشه که یه بیگانه رو ما نادیده بگیریم. نه، ما میخوایم بدونیم آقا، میخوایم بدونیم به قول معروف با کی اومدیم 13 به در، میخوایم بدونیم آخر عمری داریم با کی حبس میکشیم. نه ضرب مسئله جوونا. به هر روی شناخت این رمز موفقیت ماست. شناخت دقیق از ماهیت دوست و دشمن نخستین پیش شرط رسیدن ما به پیروزی نهاییه. اگر این رو حالیمون شد پیروز خواهیم شد، وگرنه همچون همیشه مردم فریب خورده منتظر یه فریب دیگه، یه چاله دیگه. همونطوری که ما به دنبال آزادی هستیم، دشمنان ما هم به دنبال این هستن که ما به آزادی نرسیم. انقلاب 57 خمینی در دربار حاج محمد رضا شاه رشد کرد. اصلا مسئول و رهبر کل انقلاب حاج محمد رضا شاه بود. بیانیه من سخن انقلاب شما رو شنیدم یه چیز الکی نیست، گوشش کنید دوباره. تریبون، صدا، فضا، ارتش، همه زندانها، مساجد، همه رو برای خمینی مهیا کرد. چرا؟ چون مردم به سمت و سوی دموکراسی داشتن حرکت میکردن و حاج محمد رضا شاه چون یک مهره دستشانده بود اینو نمیخواست. خودش که نبود، مجری بود اونجا، ارباباش نمیخواستن، حالا گیریم که خودش میخواست. به هر روی مهره یک روزی به مهره سوخته تبدیل میشه. اونی که کاشتش به موقع هم شد میکنه زیرش. فریب ظواهر امر رو نخورید، شهامت بیان حقایق رو داشته باشید. بهتون بدرود میگم تا فردا همین ساعت ما با هم معنا میدهیم، به شرط اینکه خدا شویم. به خدایید و خدا شوید. بدرود.